خب سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این قسمت میخوایم بریم صفحات حساب کاربری، صفحه تصفیه حساب و برای سبد خرید و قالبش رو اوکی بکنیم و اینکه این قسمت از پروژه هم تکمیل میشه دیگه. تقریبا پروژه داره تکمیل میشه و آخرای پروژه هستش دیگه. یک سری بخش ها رو اگر طراحی بکنیم و یک سری دیباگ ها رو انجام بدیم میتونیم سایت رو تحویل مشتری بدیم و دیگه سایت هم تمومه. خب من میرم داخل برگه در واقع بخش پیشخوان وردپرس، بخش پنل مدیریت وبسایت. میخوام برم داخل برگه ها. خب زمانی که ما افزونه ووکامرس رو نصب میکنیم میاد خودش 3-4 تا برگه پیشفرض برامون درست میکنه، مثلا برگه پرداخت، برگه حساب کاربری و سبد خرید. حتی این برگه فروشگاه هم برای افزونه ووکامرس. قالب صفحه فروشگاه رو ما درست کردیم و الان به این شکل داره نمایش داده میشه. این 3 تا بخش قالبش مونده، یعنی من اگر داخل حساب کاربری برم خب این یه همچین شکل و شمایلی داره که خیلی جالب نیستش. میخوام ویرایشش بکنم و یه کمی استایلش رو اوکی تر بکنیم، خوشگل تر بشه، شیک تر بشه. و اینکه صفحه پرداخت یا همون تصفیه حساب و سبد خرید هم همینطور. خب اول از این رو هم میبندم. همین حساب کاربری شروع میکنیم. میدیم توی برگه حساب کاربری، روی ویرایش کلیک میکنیم. خب یک شورت کد اینجا هستش، من این رو برمیدارم، نیازی به این بخش ندارم. تنظیمات برگه رو روی تمام ارز میذارم، تمام ارز المنتور، که این بخش هم بره. و اینکه یه دونه تیتر میخوام بنویسم حساب کاربری، حساب کاربری. خیلی هم عالی. تگ H1 باشه و استایلاش هم به این شکل. خب میتونه یک مقداری وزنش کمتر باشه. این هم میگیم که 2 رم باشه، وسط صفحه قرار بگیره. و اینکه یک سکشن دیگه من اینجا قرار میدم و یک المان به اسم حساب کاربری فکر کنم باشه. آره، حساب من. این رو اینجا قرار میدم. خب ما باید الان استایل های این بخش رو تنظیم بکنیم. توی بخش حالا تب محتوا میتونیم این تب ها رو، متن‌هاشو ویرایش بکنیم، ولی خب همین متن‌های پیش‌فرضی که هستش اوکیه و نیازی نیستش تغییری داخلش انجام بشه. اگر برای شما انگلیسی هستش یا حالا نیاز داره که یک ویرایشی انجام بشه، ویرایشش رو انجام بدید. ولی خب در حال حاضر نیازی نیستش که ما کاری بکنیم. میتونیم به صورت افقی و عمودی تنظیمش بکنیم. تب‌ها به این صورت قرار میگیرن و حالا عمودی. حالت عمودی به نظر من خیلی جذابتره و بهتره. روی عمودی تنظیمش میکنیم. میتونیم بین این حالا پنلی که اطلاعات رو نمایش میده و بین تب ها فاصله تنظیم بکنیم از این بخش 25 پیکسل. و اینکه میتونیم بگیم که وسط چین باشن، چپ چین یا راست چین. من میگم که حالا وسط چین باشن. گزینه‌های اضافی چی داره؟ سفارش سازی پیشخوان، کاری باش ندارم. میرم داخل بخش استایل. خب از اونجایی که ما باید خیلی جاها رو فونت بدیم، فونتش رو عوض بکنیم و اینها، من میام داخل بخش سفارشی فونت رو دستی به صورت کد اعمال میکنم. فونت فامیلی مربع میدیوم ایمپورتنت. خب این بخش اعمال شد و تمامی بخش ها فونت رو گرفتن.
خیلی هم عالی. میریم داخل بخش استایل، دیگه نیاز نیست فونتی اعمال بکنیم و اینکه حالا اگر بک‌گراندی چیزی رنگی خواستیم تغییر بدیم اونها رو تغییرش بدیم و اعمال میکنیم. خب بخش این زبانه ها منظور همین تب‌هایی هستش که اینجا داره نمایش میده. میگه که نوع بک‌گراندش رو به چه شکلی قرار بدیم. میتونیم به رنگ سفید تنظیمش بکنیم و اینکه وقتی هاور شد چه اتفاقی بیفته، رنگش نارنجی. البته بک‌گراندش میخوام نارنجی باشه و رنگ متنش سفید. به این شکل رنگ متن سفید باشه. خب وقتی که فعالم هست به همین شکل بک‌گراند نارنجی، رنگ سفید. خیلی هم عالی. این از این بخش. میریم توی حالت عادی. میخوام که یه باکسی هم داشته باشه، محو شدگی کمتر و حالا یه کمی هم کم رنگتر باشه. کم رنگتر، محو شدگی کمتر. خیلی هم عالی. و اینکه میخوام یک مقدار هم از همدیگه فاصله بگیرن. از کدوم بخش بریم فاصله بگیرن؟ رنگشون در حالت عادی هم میگیم که مشکی باشه. نوع حاشیه نیاز نداره، عرض هم نمیدم. من به نظرم پدینگ باشه، یه پدینگی بهش میده. شعاع کادر بورد ریدیوس میدیم 10 تا یا کمتر، حتی 5 پیکسل اوکیه. و از اینجا من فاصله بینشون رو یک مقدار بیشتر میکنم. خب فاصله شون تنظیم شد و اینکه پدینگ هم نیازی نیستش، تقسیم کننده هم که نداریم. خب بریم داخل اینجا نوشته بخش ها. رنگ بک‌گراند ما داریم برای کدوم بخشه؟ برای این بخش. من به رنگ سفید تنظیم میکنم. یک سایه‌ای میخوام داشته باشه، محو شدگی کم و حالا رنگش هم یک کمی کم رنگ تر میخوام باشه، اوپاسیتی کمتر. حاشیه داشته باشه نداشته باشه؟ نمیخوام داشته باشه حاشیه. و اینکه بورد ریدیوس میگم که 5 پیکسل مثل همینجا، مثل همین بخش داشته باشه. و اینکه رنگ متن ها، درسته رنگ متن ها داره تغییر میکنه. رنگ کدوم بخش داره الان تغییر میکنه؟ تغییری که من احساس نکردم. بذارید یک بار دیگه تغییر بدیم. این رنگ حاشیه‌شه که من میخوام حاشیه نداشته باشه. خب این از این. میریم بخش تایپوگرافی که انجام دادیم. البته بخش فونتش ما انجام دادیم. میخوام که این حالت رنگ ها و اینها رو هم رنگ متن ها اوکی بشه. خب اینجا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. عناوین بخش اگر عنوانی باشه، خب اینجا عنوان داریم. من میگم که عنوان ها میخوام نارنجی رنگ باشه. تایپوگرافیشون بخش فونت ها و اندازه فونت ها هم اوکیه، نیازی به تغییر نیستش. میریم بخش بعدی. متن عمومی رنگش میگیم که مشکی باشه و اینکه ایتالیک هم نمیخوام باشه. الان این بخش رو اگر ببینید متن هایی که وجود داره یک مقدار کج هستن، به این میگن ایتالیک. من نمیخوام ایتالیک باشن، میخوام رو حالت عادی قرار بگیرن و صاف باشن. این از این بخش. دیگه چی؟ پیام ورود برای کدوم بخش هستش؟ ببینم حالا شاید برای بخش خاصی باشه، ولی خب من رنگشو مشکی میکنم. چک باکس ها مربوط میشه به این بخش فرم. اگر چک باکسی ما داشته باشیم اینها رو هم رنگش مشکی باشه. دکمه‌های رادیویی هم رنگ مشکی رو داشته باشن و اینکه لینک ها میخوام به رنگ نارنجی در بیاد. الان توی این بخش اگر ببینید لینک ها به رنگ نارنجی در اومده. فقط مشکلی که داره اینه که وقتی که هاور میکنیم روش، یعنی موس وقتی روش قرار میگیره به رنگ آبی در میاد. من این رو هم به حالت نارنجی قرار میدم و
بسیار هم عالی. میریم توی بخش فرم ها، میایم اینجا فرمی که اینجا وجود داره، جزئیات حساب کاربری. فاصله بین ستون ها چقدر باشه؟ همین حالت دیفالت اوکیه. فاصله بین حالا این ردیف ها، یعنی فاصله بین فیلد ها به صورت عمودی چقدر باشه؟ این هم مثلا 5 پیکسل فاصله داشته باشم. میتونیم لیبل هایی که وجود داره رنگش رو تنظیم بکنیم، مثلا مشکی باشن. تایپوگرافی نیاز نیست که تنظیم بکنیم. خب اینجا یه فاصله داریم، فاصله خب اینا هم فاصله نمیخوام داشته باشن، 0 باشه. و اینکه نوشته زمینه، منظور کدوم بخشه؟ من اگر این رو رنگش رو قرمز بکنم، خب عبارتی که داخل این فرم ها قرار میگیره رنگش رو در واقع از اینجا میشه تنظیم کرد. و اینکه آره دیگه رنگ این بخش ها هستن. پس زمینه این بخش ها رو هم میتونیم تغییر بدیم، مثلا یک مقدار خاکستری باشن که کاربر تشخیص بده باید اطلاعات رو داخل این بخش وارد بکنه. این هم از این حالت میتونیم سایه هم بهشون بدیم، یا اینکه اصلا رنگ اینجا رنگشون سفید باشه بهشون سایه میدیم، سایه کم رنگ باشن و یک مقدار هم محو شدگیش کمتر باشه. بسیار هم عالی. شعاع کادر بهشون میدم، بله 5 پیکسل شعاع کادر داشته باشن و اینکه پدینگ هم داشته باشن، ولی خب مثلا 12 پیکسل کفایت میکنه. این هم از این بخش. و دیگه دکمه هم داریم اینجا، دکمه رنگ متنش میخوام سفید باشه و رنگ بک‌گراندش هم به رنگ نارنجی تغییر کنه. این هم از این بخش. و اینکه دیگه سایه جعبه یا باکس شادو بهش نمیدم، حاشیه نیازی نداره، شعاع کادر روی 5 تنظیم بشه، پدینگ نیازی نیست، جزئیات سفارش. خب جزئیات سفارش، جزئیات حساب، سفارشات به نظرم داخل این بخش قرار بگیره. خب عناوین میگم که رنگشون مشکی باشه. تایپوگرافی که در واقع نداریم ما، تایپوگرافی رو هم ما فونتش رو به صورت کد دادیم و نیازی نیست که دوباره فونتی تنظیم بکنیم. سایه متن میتونیم بهشون بدیم که نیازی نیست. آیتم ها به رنگ مشکی باشن، متغیرها هم میخوام که رنگشون مشکی باشن. خب رنگ لینک ها میگم به رنگ نارنجی باشه، اگر هاوری هم اتفاق افتاد رنگ نارنجی بگیره. تقسیم کننده ما نداریم. تقسیم کننده در واقع خطایی که بین یک سری بخش ها میاد و قرار میگیره، ما تقسیم کننده ای فعلا تنظیم نکردیم، پس تنظیماتش رو هم انجام نمیدیم. بخش دکمه ها هم تایپوگرافی که تنظیماتش اوکیه و سایه‌ای هم من نمیخوام بهشون بدم، فقط میخوام رنگ متنش سفید باشه. اگر وجود داشت دکمه‌ای به رنگ نارنجی هم باشه و دیگه بخش دیگه‌ای نمیمونه. خب این بخش از حساب کاربری، این تنظیمات برای حساب کاربری کفایت میکنه. فقط من یک المان برد کرامپ یا مسیر پیمایش، این رو هم اینجا قرار میدم و چینش میکنم رنگ متن مشکی، رنگ لینک ها نارنجی باشه و اینکه تایپوگرافی روی مربع قرار بگیره. خیلی هم عالی. و اینکه میخوام این بخش رو از بالا یک مقدار بهش فاصله بدم، 30 تا و 40 تا. اوکی، خیلی هم عالی. من روی بروزرسانی کلیک میکنم و تغییراتمون سیو میشه. خب اون حالتی که قبلا داشتش الان اصلاح شده، صفحه حساب کاربری. و اگر ما بریم داخل صفحه حساب کاربری، قالبی که طراحی کردیم الان قرار گرفته و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این از این بخش. میریم برای بخش
بعدی که باید تنظیماتش رو انجام بدیم، برگه بعدی برای سبد خرید هستش. من داخل برگه سبد خرید میرم. خب در حال حاضر یک همچین شکل و شمایلی داره و من میخوام با المنتور ویرایشش بکنم. خب هر چیزی که هستش من حذفش میکنم، نیازی بهش ندارم. از تنظیمات صفحه طرح‌بندی صفحه روی تمام عرض المنتور قرار میدم. خب الان میتونم المان هایی که میخوام رو داخل اینجا قرار بدم. خب اولین کاری که میکنم من این دوتا رو کپی میکنم. بذارید این بخش رو کپی کنم و بیارم اینجا قرار بدم. چسباندن. خب به جای حساب کاربری می نویسیم سبد خرید شما و اینکه یک المان هم پایین در نظر میگیریم. میخوام از بالا 30 پیکسل بهش مارجین بدم و اینکه المانمون رو اینجا قرار میدیم. المان کارت رو من میذارم سبد خرید. خب چون که محصولی داخل سبد خریدمون وجود نداره به نظرم چیزی به ما نمایش نمیده. من برم داخل سبد خریدم. خب یک سری بخش هایی رو ما الان داریم. سبد خرید. خب من اگر این رو خب بکنم ما المان رو اشتباهی اضافه کردم به سبد خرید ما، این رو اشتباهی قرار دادیم کارت. خب این المان رو باید بذاریم سبد خرید و سبد خرید میاد برای ما و قرار میگیره. تنظیمات این بخش رو میخوایم انجام بدیم. مثل المان قبلی، مثل صفحه قبلی که ما قالبش رو طراحی کردیم، صفحه حساب کاربری، میام اینجا مینویسم سلکتور، آکولات باز و بسته و فونت فامیلی مربع بهش میدم. مربع اشتباه تایپی دارم. مربع مدیوم فکر کنم دارم مربع رو اشتباه می نویسم. بذارید بیم اینجا. خب مربع من همین رو عیناً کپی می کنم، میارم اینجا و پیست می کنم. منتها کد اعمال نمیشه. اگر من یه دونه علامت آل هم اینجا بذارم، اسپیس بزنم، بعد سلکتور و علامت ستاره رو بذارم، کد برای من اعمال میشه و مشکل من برطرف میشه. خب این هم از این بخش. کارمون دیگه آسان تر شد. الان میتونیم حالا این بخش هایی که تایپوگرافی دارن دیگه تنظیمشون نکنیم. خب از این بخش محتوا میتونیم تنظیم کنیم که تک ستونه باشه، یعنی همش بیاد زیر همدیگه نمایش داده بشه، یا اینکه دو ستونه باشه. به نظر من دو ستونه خیلی جذابتره و بهتره و حتی میتونیم این ستونی که اینجا هستش هم چسبندش بکنیم، یعنی اینجوری بچسبه و بیاد پایین تر. ولی خب حالا چون سبد خرید معمولا خیلی صفحه بلندی نیست، یعنی ارتفاع زیادی نداره، ولی ما فعالش میکنیم. و اینکه من میخوام یک مقداری هم از بالا فاصله بگیره، مثلا میگم که 20 پیکسل فاصله بگیره که به این بالا هم نچسبه. بسیار هم عالی. میتونیم متن‌های این بخشا رو تغییر بدیم. روزرسانی سبد خرید مثلا متنی که داخل این دکمه قرار گرفته و اینکه جایگاهش رو تغییر بدیم، تمام ارزش بکنیم، جاستیفایش بکنیم. میگم که آره جاستیفای باشه. بخش کد تخفیف، اعمال کد تخفیف یا اصلا نمایشش بده یا نمایشش نده. میگم که نمایشش بده که اگر حالا یک شخصی کد تخفیفی داشت میخواست اعمال بکنه، از همین بخش بتونه اعمالش بکنه. خب چیدمان رو تنظیم بکنیم، فرقی نمیکنه، در واقع تغییری ایجاد نمیشه. میایم کجا؟ بخش جمع کل سبد خرید برای این بخش.
میتونیم جایگاهش رو تغییر بدیم، مثلا میگم که وسط قرار بگیره و اینکه دکمه به‌روزرسانی حمل و نقل. فعلا حمل و نقلی ما نداریم و اینکه نمیتونیم فعلا تغییری ایجاد بکنیم. دکمه تصفیه حساب هم که اینجا هستش، میتونیم وسطچین یا جاستیفای. البته جاستیفای بهتره. گزینه های اضافی هم که به‌روزرسانی خودکار سبد خرید، میتونیم به صورت خودکار بگیم که بروز بشه، یعنی مثلا اگر ما این رو اضافه کردیم خودش اتوماتیک بروز میشه و مشکلی هم نداریم. میتونیم دستی بگیم که خودمون میزنیم و بروزش میکنیم، هر طوری که فکر میکنیم. ولی خب اتوماتیک بروز بشه به نظر من جذابتره و بهتره. و اینکه سبد خرید خالی را سفارشی بکنید. این چیه؟ میتونیم یک قالبی رو انتخاب بکنیم و نمیخوام فعلا کاری روش انجام بدم، همین میخوام خاموش باشه و حالت دیفالت باشه. میرم توی بخش استایل، میخوام که رنگ بک‌گراند رو تغییر بدم. برای کدوم بخشه؟ برای این بخش ها هستش. میگم که رنگ بک‌گراند سفید باشه، سایه جعبه میدم، باکس شادو میدم بهش، 5 محو شدگی باشه و محو شدگیش میگم 5 باشه و یک مقدار هم کم رنگ تر باشه. نوع حاشیه نمیخوام حاشیه داشته باشه و اینکه روی هیچ میذارم. شعاع کادر مثلا 5 پیکسل شعاع کادر داشته باشه. پدینگ نمیخوام، فاصله هم نیازی ندارم. بخش تایپوگرافی میریم، عنوان ها رو رنگش رو مشکی میکنیم و اینکه سایه نمیخوایم، فاصله مثلا 20 پیکسل فاصله داشته باشن. بخش توضیحات مربوط به کدوم بخش؟ توضیحاتی به نظرم فعلا نداریم، ولی خب من رنگش رو مشکی تنظیم میکنم. فاصله هم نیازی نداره و اینکه رنگ لینک ها میخوام نارنجی باشه، لینک ها نارنجی و حالا اگر دکمه رادیویی بود به رنگ مشکی. رادیو باتن در واقع این حالت های انتخاب هستش که معمولا هم زمانی که میخواید نوع ارسال، روش ارسال رو تنظیم بکنید توی این بخش میاد و نمایش داده میشه. خب اینها هم رنگشون مشکی باشه، رادیو باتن ها، و تایپوگرافیشون هم که تنظیم دیگه. فونت مربع الان اعمال شده. بریم توی بخش فرم ها. منظور این بخش حالا کد تخفیف هستش. میتونیم حالا فاصله خط که نداره، این هیچی، تایپوگرافی هیچی. رنگ متنش رو ما میتونیم تغییر بدیم، مثلا این کد تخفیف یا حالا اگر کد اینجا اومد نوشته شد به رنگ مشکی باشه. بله. و سایه داشته باشه. بله سایه میخوام داشته باشه، مثلا محو شدگی 5 و یک مقدار هم کم رنگ باشه سایش. از طرفی میخوام حاشیه نداشته باشه، یک مقدار هم پدینگ بهش میدم، منتها اعمال نمیشه. شعاع هم 5 پدینگ بهش میدم ولی اعمال نمیشه ظاهرا. اوکی، اعمال نمی کنیم. خب میایم پایین تر، بخش دکمه ها. تایپوگرافی کاری نداریم، سایه متن نمیدیم. رنگ متن میخوام سفید باشه، رنگ بک‌گراند نارنجی باشه و نوع حاشیه هم روی هیچ قرار میدم، نمیخوام حاشیه‌ای داشته باشه. بخش بعدی شعاع کادر میخوام 5 پیکسل شعاع کادر داشته باشه و اگر پدینگ هم اعمال بشه مثلا 8 پیکسل هم پدینگ یا 10 پیکسل هم پدینگ اعمال میکنیم. بسیار هم عالی. میریم بخش خلاصه سفارش. به نظرم اینجا باشه خلاصه سفارش. خب عنوانشو نه، خلاصه سفارش ظاهرا همین بخشه. خب رنگ عنوانا مشکی میخوام باشه، تایپوگرافی که هیچی، سایه متن نمیخوام. فاصله دیفالتش به نظرم خوبه. آیتم ها میتونه رنگش تغییر بکنه. البته این قیمت هایی که اینجا داره نمایش میده در واقع داره تغییر میکنه استایلشون.
تایپوگرافی که گفتیم باز نیازی نیستش. متغیرها اگر محصول متغیر داشتیم هم میخوام رنگ مشکی تنظیم بشه. بخش تایپوگرافی که هیچی، باز هم لینک محصول اینجا الان به رنگ نارنجی هست و وقتی هم که هاور میشه میخوایم رنگش باز نارنجی باشه، ولی اینجا انگار تنظیماتش انگار از یک جای دیگه داره خونده میشه. بذارید اینجا بیایم لینک ها. بله این هم درست شد. خب بریم با اینجا بودیم دیگه. خلاصه سفارش، تقسیم کننده که نداریم، حاشیه، تعداد، منظور این بخشه. اوکی استایلش نیازی نیست کاری انجام بدیم. آیکون هست، میتونیم این آیکون ها رو مثلا رنگشون رو تغییر بدیم. من به رنگ قرمز تغییرشون میدم که یک مقداری مشخص تر باشن، اگر کاربر خواست حذف بکنه محصولش رو بتونه این کار رو انجام بده. خب هاور هم میتونیم بهشون بدیم، ولی خب فعلا من هاور نمیدم، همین استایلی که دارن اوکیه. میریم توی بخش مجموع دیگه باید فکر کنم این بخش باشه، یعنی تنظیماتش مربوط به این بخش باشه. خب فاصله بین اینها رو بله میتونیم تنظیم بکنیم. 20 پیکسل. عنوان ها رنگشون مشکی باشه. تایپوگرافی هیچی. جدا کننده ای هم ما نداریم پس تنظیماتی انجام نمیدیم. وزن فونت اوکیه، نمیخوام تغییرش بدم. میریم توی دکمه تصفیه حساب، منظور همین دکمه هستش. تایپوگرافی که هیچی. سایه متن نمیخوام، رنگ متنش سفید باشه و اینکه پس زمینه میخوام به رنگ نارنجی در بیاد. خب به رنگ نارنجی در بیاد و بخش دیگری هم تنظیماتی نمیخوایم اعمال بکنیم، فقط شعاع کاد یا بورد ریدیوس 5 باشه و دیگه چی؟ سفارشی سازی هم نمیخوام که کاری انجام بدم. خب فقط اینجا ما داشتیم بخش فرم ها بود به نظرم. آره هاور هم داره. من میخوام رنگ متنش رو حالت هاور هم سفید باشه. خیلی هم عالی. خب به روز رسانی میکنیم. به روز رسانی رو انجام میدم و میام این سمت رفرش میکنم. قالب من اینجا اعمال میشه و سبد خرید من الان به این حالت در اومده و استایلش هم اوکیه، نیازی به تغییرات بیشتر نداره. خب این دوتا بخش رو من استایلش رو اوکی کردم. مونده فقط یک بخش دیگه، مونده فقط برگه در واقع تصفیه حساب، برگه پرداخت. خب این برگه رو هم ما با المنتور ویرایش میکنیم. اوکی، هر المانی که داره اینجا من حذف میکنم. تنظیمات صفحه رو روی تمام عرض المنتور میذارم. میخوام المان های خودم رو قرار بدم. خب اینجا یک تیتر که نه، البته بذارید من اینم حذف بکنم. عیناً همین رو کپی میکنم، میام اینجا پیستش میکنم. منتها به جای سبد خرید می نویسم مثلا چی؟ می نویسم تسویه حساب. خب سکشن بعدی رو ایجاد میکنم. میخوام مارجین بدم از بالا 30 پیکسل و المان چک اوت رو به نظرم باید بنویسم چک اوت تسویه حساب. خب این المان رو اینجا قرار میدم و توی این صفحه در واقع باید اطلاعات مشتری گرفته بشه و از اینجا هم دیگه کلیک میکنه و میره داخل درگاه پرداخت یا سفارشش ثبت میشه و مدیر فروشگاه باید بره و بررسی بکنه که سفارش چی بوده براش ارسال بکنه. خب بریم تنظیماتش رو انجام بدیم. این هم مثل برگه سبد خرید میتونیم تنظیم بکنیم که تک ستونه باشه یا اینکه دو ستونه باشه. میتونیم اینها رو تنظیم بکنیم.
دو ستونه من میگم باشه، چون که حالا اگر تک ستونش بکنیم خیلی ارتفاع زیاد میشه. و اینکه میخوام این ستون هم چسبند، البته نمیخوام چسبنده بشه این ستون سمت چپ، چون که همینطوری ستونش یکمی ارتفاع زیاد هستش و اگر ما چسبندش بکنیم یکمی آزاردهنده میشه. چسبندش نمی کنم. و اینکه بریم بخش بعدی. خب اینها رو ما تنظیماتش رو از یک بخش دیگه ای انجام میدیم، یعنی حالا یک افزونه من میخوام نصب بکنم که بتونم این فرم رو مدیریتش بکنم، چون یه کمی تعداد فیلدهاش زیاده و اگر تعداد فیلدهایی که کاربر میخواد سفارشش رو ثبت بکنه و اطلاعاتش رو وارد بکنه کمی زیاد باشه، ممکنه اصلا سفارشش رو فراموش بکنه و کلا بیخیال سفارشش بشه. به خاطر همین ما باید فرم تسویه حساب رو بهینه بکنیم تا اون اطلاعاتی که نیاز داریم رو فقط از مشتری بگیریم و مشتری هم راحت‌تر بتونه اینها رو پر بکنه. خب این هم هیچی. میریم اطلاعات اضافی. میتونیم این بخش رو در واقع اینجاست میتونیم غیر فعالش بکنیم. میریم توی بخش سفارش شما هم که اینجا هستش، میتونیم الاینش رو وسط چین بکنیم. مثلا کدهای تخفیف برای کجا هستش؟ این بخش هستش. کدهای تخفیف میتونه فعال باشه یا غیر فعال باشه، وسط چین باشه یا آره دیگه وسط چین باشه، چپ چین یا راست چین. البته اینجا جاستیفایش هم بکنیم اتفاق خاصی نمیفته. خب بخش پرداخت چی؟ خب بخش پرداخت، خب این هم برای اون حالت چک باکسیه که چک باکسیه که میاد و مثلا میگه که من شرایط رو خواندم و با آن موافقت میکنم. شما چک باکس رو تیکش رو میزنید و بعد میتونید سفارشتون رو ثبت بکنید. این هم از این. فقط بریم بخش استایلش و استایلش رو اوکی بکنید. من میرم داخل این سبد خرید که کد فونت رو بهش دادیم، این رو کپی میکنم و توی این بخش هم قرارش میدم. خب این هم از این فونت اعمال شده. حالا که فونت اعمال شد میریم استایلش رو تنظیم میکنیم. این هم یک مقدار استایلاش طولانیه، در واقع کارا همش تکراریه، فقط یک مقداری طولانی هستش. رنگ بک‌گراند میخوایم سفید باشه و اینکه سایه جعبه داشته باشه، مثلا 5 پیکسل. من یک مقداری سایه‌ش رو کمتر میکنم، کم رنگتر میکنم. حاشیه نمیخوام داشته باشه، فقط بوردر ریدیوس مثلا 5 پیکسل داشته باشه. پدینگ نمیخوام. این فاصله چی هستش؟ فاصله هم هیچی نیازی نیست. خب میریم توی تایپوگرافی. عنوان ها که میخوایم مشکی باشه، اوکی دیگه. این که نیاز نیست تنظیمش بکنیم. سایه متنم نمیخوایم. خب این فاصله بین تیترها تا این فرم ها و این بخش محصولاتمون هستش، اینجایی که اومده اطلاعات رو داره نمایش میده. عنوان دوم چی هستش؟ اینجا داره تغییر میکنه. خب اینم میخوایم مشکی باشه. بخش توضیحات، بله اینجا توضیحات رو داره رنگش رو تغییر میده. و اینکه تایپوگرافی هم که هیچی. بخش پیام ها، اگر پیام خاصی داشته باشیم آره این هم برای این بخش است. خب این هم از این. چک باکس ها، چک باکس هم که همون حالتی بود که گفتیم، مثلا یک چک باکس میاره من قوانین رو میپذیرم و با آن موافقم، تیکش رو میزنه و بعد میتونه سفارشش رو ثبت بکنه مشتری. این هم برای اون بخش رنگ مشکی. دکمه رادیویی هم اگر داشتش میگم که مشکی باشه. لینک ها میخوام به رنگ نارنجی باشه، اوکی این هم به رنگ نارنجی. فرم ها میخوایم که چه اتفاقی بیفته براشون. فاصله بین ستون ها و ردیف هاش اوکی، نیاز نیست که کاری
روش انجام بدیم. لیبل ها میخوام به رنگ مشکی در بیان و اینکه زمینه ها میخوایم به رنگ مشکی، رنگ داخلشون البته، رنگ بک‌گراندشون هم میخوایم که سفید باشن. فقط من یک باکس شادو هم بهشون میدم 5 و این هم کم رنگ تر باشه. بوردر ریدیوس هم بهشون میدم البته 5 پیکسل و پدینگ هم اگر بهشون بدیم یک مقداری ارتفاع این فرم کمتر میشه و جذابتر هم میشه، استایل جذابتری داشته میشه. خب بخش دکمه ها، تایپوگرافی که هیچی، سایه متنم نمیخواد، رنگ متن سفید باشه. منظور این دکمه مثلا بله رنگ متن سفید باشه و نوع پس زمینه هم میخوام که نارنجی باشه. اوکی. و جعبه هم و اینکه حاشیه نمیخوام داشته باشه، حاشیه هیچ، حاشیه‌اش هم رفتش. و اینکه اگر رو حالت هاور بذاریم میخوایم که بک‌گراندش، درسته؟ نه بک‌گراند که نه، رنگ متنش سفید بشه، یعنی هیچ اتفاقی نیفته دیگه، سفید هستش همون سفید بمونه. خب این هم از این بخش. دیگه چی؟ میریم پایین تر، شوهای کادر 5 و پدینگ هم که هیچی. پدینگ البته بدیم که با این هم تراز بشه، یعنی ارتفاعشون یکی باشه. اگر ندیم چی؟ ندیم بهتره انگار، چون یک مقداری از سمت راست دکمه خالی میشه. خب پدینگ هم بهش نمیدیم. بریم توی خلاصه سفارش. این برای کدوم بخشه؟ حالا هر بخشی که هست مهم نیست. من رنگ متنشو مشکی میکنم، رنگ متغیرها مشکی باشه، تقسیم کننده که نداریم، عنوان ها و تعداد این هم میخوایم مشکی باشه. در واقع داره اینجا اعمال میکنه این تنظیمات رو. خب جدا کننده که نداشتیم. دکمه خرید به نظرم منظور این دکمه هستش. این دوتا اولی که هیچی، رنگ متن سفید، تنظیمات همش تکراریه. نوع پس زمینه میخوایم که به رنگ نارنجی در بیاد. خیلی هم عالی. سایه جعبه هم نمیخوام داشته باشه و پایینتر بوردر ریدیوس 5 پیکسل داشته باشه. پدینگ هم نیازی نیست. سفارشی سازی هم نمیخوام. در واقع بخشی از پرداخت و سفارشی سازی بکنید که من نمیخوام این کار انجام بدم. روی بروزرسانی کلیک میکنم. این هم شد صفحه پرداختمون که اگر من بیام و مثلا برم داخل برگه ها و روی برگه پرداخت کلیک بکنم، نمایشش بخوام بدم، با این قالب داره به من نمایش داده میشه. خب این هم از این. فقط من باید چیکار بکنم؟ من باید در واقع این فرمی که اینجا هستش رو یک مقدار بهینه بکنم. خب فروشگاهی که من دارم، یعنی در واقع من دارم سایتش رو طراحی میکنم، سفارشاتش فقط از کشورهای داخلی دیگه، پس من این بخش کشور رو نیازی ندارم. و این که میتونیم بخش استان و شهر رو یکی بکنیم، مثلا همین استان باشه کافیه، یا مثلا 2 تا فیلد برای آدرس اومده و قرار داده، ما میتونیم یکی از فیلدها رو حذف بکنیم و یه دونه فیلد برای آدرس قرار بدیم. این هم از این. و اینکه کد پستی باشه، تلفن میخوام که اجباری باشه، مثلا که طرف حتما شماره تلفنش رو وارد بکنه، و حالا ایمیل هم میتونیم اجباریش نکنیم و اینکه اصلا یا مثلا اختیاریش بکنیم. بریم این تنظیمات رو هم انجام بدیم. برای اینکه این کارا رو ما بتونیم انجام بدیم، بتونیم فرم پرداختمون یک مقدار بهینه تر بکنیم، نیاز داریم به یک افزونه. خب افزونه ای که من بهش نیاز دارم، افزونه در واقع میشه گفت افزونه چک اوت هستش. چک اوت منیجر به نظرم یه همچین چیزی باشه. عبارت چک اوت رو من اینجا سرچ میکنم، صبر میکنم افزونه ای که میخوام رو بیاره و
خب این افزونه هستش ویرایشگر فرم پرداخت ووکامرس، ولی خب من فارسی سرچش میکنم این افزونه به من نمایش داده نمیشه. ولی خب چک اوت که سرچ بکنید افزونه میاد و میتونید نصبش بکنید. این افزونه رو من نصب میکنم. افزونه نصب شد، روی فعالسازی کلیک میکنم. خب حالا که افزونه فعال شده من میتونم از بخش ووکامرس، بخش فرم پرداخت برم و فیلدهایی که نیازی بهشون ندارم رو غیر فعال بکنم. مثلا من میخوام که نام و نام خانوادگی با هم دیگه ادغام بشن و تبدیل بشن به یه دونه فیلد. این رو من تیکش رو میزنم. کشور گفتیم نمیخوام. آدرس میخوام که یه دونه باشه، یکی از اینا رو میخوام غیر فعال بکنم. و اینکه شهر و استان هم مثلا شهر رو نمیخوام، استان باشه، کد پستی باشه، تلفن باشه، ایمیل هم مثلا اختیاریش میکنیم. خب اینهایی که تیکشون رو زدیم من غیر فعالشون میکنم، ذخیره. فقط یه کار دیگه باید انجام بدیم، مثلا این رو بکنیم نام و نام خانوادگی. یه دونه هم کلاس داره، البته این رو من فعلا بر نمیدارم تا بهتون بگم چرا باید این کلاس رو برداریم. کار بعدی که باید بکنیم اینه که بریم توی بخش آدرس. توی برچسبش من می‌نویسم آدرس دقیق شما و اینجا می‌نویسم شهر، دیگه محله، خیابان، کوچه، پلاک، واحد، پلاک مثلا و غیره. منظور اینه که اینا رو باید کاربر وارد بکنه و اینکه میخوام ضروری باشه و فعال هم باشه دیگه. آره این رو ذخیره میکنیم. خب استان میخوام که بیاد قبل از آدرس قرار بگیره. اول استان انتخاب بشه و بعد طرف آدرسش رو وارد بکنه. خب کد پستی هم باشه، مشکلی نداره. و اینکه میخوام که تلفن ضروری بشه، تلفن رو میخوام ضروری بکنم. خب ایمیل فقط میخوام غیر ضروری بشه. خب این تغییرات رو که اعمال کردیم من ذخیره میکنم. اگر بیایم این سمت رفرش بکنیم میبینیم که فرممون خیلی کوتاه‌تر شده و اینکه بهینه‌تر شده. و اون بخشی هم که بهتون گفتم کلاسی که باید حذف میکردیم اینجا به خاطر همینه. نگاه کنید الان ارزی که داره به صورتی هستش که نصف اینجا رو اشغال کرده. من اگر این کلاس رو بردارم کل بخش رو اشغال
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. خب من اطلاعاتم رو وارد کردم و اینکه میخوام ثبت سفارش بکنم، ولی الان به من اجازه نمیده که ثبت سفارش رو به نظرم انجام بدم، چون که ما روش پرداختی تنظیم نکردیم. من باید برم یک روش پرداختم تنظیم بکنم و اینکه این هم یک مشکلی داره، اون هم اینه که وقتی موس میره روش به رنگ آبی در میاد. یکی این مشکل رو حل بکنیم. بخش استایل، دکمه خرید، وقتی هاور میشه بک‌گراندش میخوایم که نارنجی باشه. خب الان من اگه ثبت سفارش بکنم یک روش پرداختی وجود نداره. خب بذارید بریم یک روش پرداختم اضافه بکنیم. از بخش پیکربندی، بخش پرداخت ها، میتونیم اینجا روش های پرداختمون رو تنظیماتش رو انجام بدیم. مثلا اگر درگاه پرداختی داریم میتونیم از این بخش اضافه بکنیم. البته حالا افزونه خاصی باید نصب بکنیم، ولی خب از این بخش تنظیماتش انجام میشه. یا اینکه فقط میخوایم ثبت سفارش انجام بده. من انتقال مستقیم بانکی رو فعال میکنم و اینکه این رو مینویسم ثبت سفارش، اینها رو هم حذف میکنم، ذخیره. خب الان اگر رفرش بکنم اینجا، خب فقط ثبت سفارش رو داریم و میتونیم که اینجا ثبت سفارش رو انجام بدیم. روی اینجا کلیک میکنیم، اطلاعاتمون هم وارد کردیم، ثبت سفارش رو میزنیم. خب ثبت سفارش برای ما انجام میشه، ولی خب پرداختی صورت نگرفت. این به درستی در حال حاضر داره کار میکنه و الان مشتری ها میتونن ثبت سفارش بکنن و مشکلی هم از این بابت نداره. خب این الان ثبت سفارش شد، در واقع کالاهایی که ما سفارش دادیم. برای اینکه بتونیم متوجه بشیم چه کالاهایی سفارش داده شده، ما میایم بخش ووکامرس سفارش ها، میبینیم که اینجا یک سفارش ثبت شده، میریم داخلش و میتونیم جزئیاتش رو هم ببینیم. خب این هم از این بخش. فقط ما این صفحاتی که درست کردیم میخوام بیارم داخل بخش فهرست هامونم، بخش منومون هم اضافه بکنم زیر مجموعه فروشگاه. بخش برگه ها دیدن همه رو کلیک میکنم. خب میخوام صفحه پرداخت، حساب کاربری و سبد خرید اضافه بشه. میخوام زیر مجموعه فروشگاه قرار بگیره. در واقع اول حساب کاربری باشه، بعد پرداخت و بعد هم سبد خرید باشه. ذخیره میکنم، میام این صفحه، میرم توی صفحه اصلی، رفرش میکنم و این میاد قرار میگیره برای من. فقط مشکلی که وجود داره اینه که اینا فونتاشون درست نیست. میرم داخل هدرم، بخش سربرگ، فونت این بخش هم باید درستش کنم. خب میام اینجا و بخش استایل، لیست کرکره‌ای، تایپوگرافی رو روی مربع قرار میدم. خب اوکی، رنگ متن میخوام که نارنجی باشه، رنگ متن البته مشکی باشه. وقتی هاور شد مثلا نارنجی بشه و در واقع میتونیم این کار بکنیم، رنگ بک‌گراندش نارنجی بشه، رنگ خودش میخوام که سفید بشه. این هم از این. رنگ بک‌گراند هم نیازی نداره دیر به حالت عادیش. فعال هم میتونیم تنظیماتش رو انجام بدیم. وقتی که فعال بود یعنی کلیک شد اونجا فعال بود، میخوایم که رنگ متن سفید، رنگ بک‌گراند نارنجی باشه. این هم از این بخش. تنظیماتش انجام دادیم. ما شوهای کارد یا بورد ریدیوس هم بهش میدیم 5 پیکسل
و کار دیگه ای هم نیاز نیستش. روی بروزرسانی کلیک میکنم، میام این سمت یه رفرش میکنم و تنظیمات برای من اعمال میشه. الان استایلش هم اوکیه و مشکلی نداره. خب این هم از این بخش. طراحی 3 تا برگه رو ما توی این قسمت انجام دادیم. صفحه حساب کاربری، صفحه سبد خرید و صفحه پرداخت رو ما طراحیاشو انجام دادیم. الان استایلش خیلی اوکی تر شده. میشه از طریق سایت ثبت سفارش کرد و تقریبا میشه گفت سایتمون 90%ش تکمیل شده. یک سری بخشا مونده مثل صفحه تماس با ما، صفحه درباره ما و حالا یک قالبی هم برای صفحه 404 ما باید درست بکنیم. اگه نمیدونید صفحه 404 چیه، مثلا صفحه‌ای که وجود نداره، من یه لینکی سرچ میکنم و لینکی وجود نداره در واقع توی وبسایت من، با یک همچین استایل میاد به من میگه که یک صفحه‌ای وجود نداره، یعنی صفحه 404 این صفحه اصلا وجود نداره. باید یه دونه قالب خوشگل تعریف بکنم براش و واسه اون هم قرار بدم برای بخش 404 مون که اینقدر بیروح نباشه این بخش. این رو هم درست میکنیم و دیگه آخرای سایتمونه کم کم تکمیلش بکنیم. این رو هم میتونیم تحویل مشتری بدیم و دیگه کاراش تمام بشه. درخواستی که من از شما دارم اینه که کانال منو سابسکرایب بکنید. این پروژه که تمام بشه ویدیوهای ما تازه بخشای جذابش میخواد شروع بشه، یعنی من میخوام برم وارد بخشای جزئی وبسایت بشم. خب توی اینستاگرام شما یک سری درخواست ها به من دادید، به من گفتید که در رابطه با چه چیزهایی ویدیو بسازید، دوست دارید که در رابطه با چه چیزهایی بیشتر بدونید. من میخوام در رابطه با اون موضوعات شروع بکنم، در واقع ویدیوهام رو در رابطه با اون موضوع بسازم. حتما کانال منو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله رو هم فعال بکنید که ویدیوها رو وقتی من میذارم یوتیوب بهتون پیام بده که این ویدیو آپلود شده و بتونید بیاید و ازش استفاده بکنید. و اینکه پیج اینستاگرام منم حتما فالو بکنید. خیلی با همونجا در ارتباط هستیم، با هم تعامل داریم. میخوام که خیلی بیشتر فعالیت بکنم روی اینستاگرام و اینکه میخوام مخاطبمون بیشتر بشه، خیلی به صورت گسترده تر بتونیم فعالیت بکنیم و انشالله که بتونیم با همدیگه جلو بریم و محتواهای خوبی بسازیم. خسته نباشید و تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.